الحمید. موقعی که میای تو باید به جهاد آماده باشی و این چیزا مانع تو نشود. از خاطر الله بعد از چی میگه؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک این همی چیزایی که ذکر شد متاع الحیات الدنیا. متاع چیزی میگه؟ آن چیزی که از اون نفع گرفته میشه. متاع الحیات یعنی چیزای نفع گرفتنی زندگی دنیاست. زندگی دنیاست. دنیا چی رو میگه؟ دو نمیگه، پست میگه. این اسبابی است که انسان فایده میورداره در زندگی خیلی پست. فایده زندگی دنیاست. خب فایده زندگی دنیا هم 4 قسم میشه. اول فایده که امرای بخل است، فایده از پیش میگیری لیکن بخیل هستی، در راهایی که مناسب است مصرف کرده نمیتونی. یکی فایده که خرچ به جا میکنی. دو سوم فایده که به طریق مباح باشه. چهارم فایده که ذریعه آخرت شود. دوی اول در بدری و هلاکت است که یکی بخیلی کردی و یکی به جا مصرف کردی. فایده مباح نه سری تو تاوان است، نه بگوی سرت گناه است، نه برات ثواب است. اما کدام چیزایی که فایده آخرت بگیری از او، از فایده آخرت بگی، از کشت فایده آخرت بگی، از مال فایده آخرت بگی، از اولاد فایده آخرت بگی، از زن فایده آخرت بگی. زن چطور فایده آخرت میشه که ما گرفته میتونیم؟ زن صالحه باشه، علم داشته باشه که اولاد درست تربیه بکنه، این فایده آخرت است. زنی باشه که تو بیرون رنج ببینی از مردم در دعوت، اینجا بیا تو را ملم بکنه، مثل خدیجه رضی الله عنها واره. اون طور زن باشه. تو نباشه که نه 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 من تو را نمیمانم در جهاد، من تو را نمیمانم در نماز، یک دقیقه دلم آرام نمیگیری، توری نباشه. او زن باشه که تو را کش کنه، میگه بیا مرا در فلانی سنتر ببر، اینی طور لباس برام بگی. حالی دیگه او طور زن نباشه. زن آخرت اینی طور است. قرآن کریم این درس های عظیم برای ما میده. بعد از او برای ما چه هشدار میده؟ والله عنده حسن المآب، الله بنزدش حسن المآب، آن چیزی که بعد از مرگ دکار میآید اونمو چیز حسن المآب، بهترین مرجع است، بهترین جای بازگشت در پیش الله است که جنت است. و این دنیا دل بسته نکن، باید فکر طرفی او جهان باشه. چرا؟ این اسباب وسیله برای حصول اونمو مقامی است که در پیش الله تبارک و تعالی قرار داره. از او خاطر الله ما را عالی آگاهی میده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انبئکم، آیا شما را خبر بدم، آگاه باشه، متوجه باشه، بخیر من ذالکم، به بهتر از تمام این چیزا که ذکر شد، از کلی چیزا. یقینا کی چیزا بعضی اوقات سبب بدبختی انسان میشه. در حدیث هم میاد پیغمبر علیه السلام میگه دنیا ملعونتون و ملعون ما فیها، دنیا لعنت شده و آن چیزی که در دنیاست هم لعنت شده، الا مبتغا به وجه الله، مگر آن چیزی که توسطش مبتغی به وجه الله، که طلب کرده میشه توسط ازو کی؟ رضای الله. هر چیزی که توسط ازو رضای الله طلب میشه اونمو چیز بهترین است. یک روایتی طور میگه الا ذکر الله، ذکر الله، او چیستا ما والله، آن چیزی را که الله دوست داره. در یک روایتی طور او عالما، مگر چیستا عالم که از علم خود نفع میگیره. دیگه در غیر از دنیا یقینا ملعون است. پس از علم خود آدم نفع بگیره، از مال خود نفع بگیره، از قوت خود نفع بگی، از اولاد خود نفع بگی، نفع آخرت بگی. قرآن هم میگه قل انبئکم، بگوی پیامبر علیه السلام آیا خبر بدم شما را بخیر من ذالکم، به بهتر ازی، للذین اتقوا، برای کسانی که تقوا را اختیار کرده، عند ربهم، به نزد پروردگارشان خیلی بهتر چیز است. کدام است؟ جناتون، باغاست، مثل باغای دنیا واری نیست که یک موسم تازه باشه دیگه موسم چیز نباشه، برف و بارش رو از بین ببره. نه نه، جناتون باغاست، مثل باغای دنیا واری نیست که آبش به نوبت باشه، باز وقتی که عین تابستان که آب خیلی ضرورت پیدا میکنه باز هم آب خشک میباشه، شفتالو همون چی میگه موزک میشه او خوب نمیرسه. نه، او جنت و باغای است تجری که روان میباشه من تحت الانهار، در زیر درختایش جویا. بعضی مفسرین من تحتها به خاطر میگه در زیرش جویاست، یعنی در زیر فرمان جنتیا جویا روان میباشه که اشاره میکنه قط انگشت خود این طرف بیا، امو طرف میا، او طرف برو، او طرف میره. خالدین فیها، اینطورام نیست که یک زمستان سرش بیا از بین بره، نه، همیشه هستن در او. طعام و خوراکت خونجا در باغ برابر شد،
خود تنها آدم زندگی کرده میتونه. و ازواج مطهرتون، جفت و جوره های خیلی پاک کرده شده. زنای دنیا واری نیستن که مریض شوند، زنای دنیا واری نیستن که عیب داشته باشند، زنان دنیا واری نیستن که تعن لعن دو دشنام بدزبانی گپاره بکنن. مطهرتون، از نگاه عقیده پاک، از نگاه اخلاق پاک، از نگاه بدن پاک، از نگاه همه چیز پاک. مطهرتون بر علاوه ای لذایز. و رضوان من الله، رضامندی از جانب الله تبارک و تعالی. یعنی در جنت دو قسم لذت هست. ام لذت های حسی است که انسان حس میکنه، ام لذت های معنوی است که رضامندی الله است. اوی لذت معنوی از همه لذت ها کرده چیست؟ بالاست. والله بصیر بالعباد. حالی هر کس دعوا میکنه که من متقی استم، الله میگه نه، به گفته خودت متقی شده نمیتونی. الله بیناست بالعباد، بالای بندگان خود که تقوا کی داره، وگرنه الله فرکس میزنه. الله خوی نعمت برای کی گفت؟ للذین اتقوا، برای کسانی که تقوا را اختیار کرده. تقوا را اختیار کرده. تقوا چی است؟ خودی قرآن برای ما تشریح میکنه اینجا تقوا را. الذین یقولون، متقین کسانی هستند، یقولون که میگوید در دعاهای خود بعد از انجام اطاعت، بعد از انجام احکام الله و کامل اطاعت کردن، که امر الله را بجا آورده، روزه را تکمیل کرده، در وقت افطار نماز خوانده، در شب خیسته، تهجد خلاص کرده، بازم فخر نمیکنه، نمینازه، خدا کلان نمیتراشه، بازم میگه ربنا، پروردگار ما، اننا آمنا، اگر دیگه چیز نداریم الله، عقیده خدارم، ایمان خدا وسیله برای مغفرت خود پیش میکنه به الله تبارک و تعالی. چرا محبوب ترین چیز به نزد الله چیست؟ ایمان است. این را وسیله میگه، وسیله شرعی. ربنا اننا آمنا، میگه پروردگار ما، ذات مالک و متصرف ما، اننا آمنا، ما خو ایمان داریم. اگر چی در عمل خیلی از ما قصور و کمی می باشه، لیکن الله ایمان خو داریم. از همون خاطر زمانی که انسان تلاوت میکنه سوره فاتحه را و میگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، نعمتای الله را سری خود مکمل پیش میکنی که الله چقدر نعمت برات داده، صحت داده، عافیت داده، تو را انسان پیدا کرده، مسلمان پیدا کرده، مختلف نعمتها را برات داده. باز میگی مالک یوم الدین، مختار اختیارداری روز جزا و پاداش الله است. خب است که مخلوق و انسان نیست. اگر انسان میبود چی میکردم؟ نه، بازم الله است. باز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنم الله و خاص از تو مدد طلب میکنم. بس مدد طلب کن. این را اظهار عاجزی میگه. اینجا متقین بعد از انجام، متقی کیست؟ که فرامین الله را ماموراتش بجا کرد، از منهیات خود نگاه کرده، خوی تو سینه را نمیزنه. میگه ربنا اننا آمنا، یقینا ما ایمان آوردیم، فغفر لنا ذنوبنا، گناههای ما را مغفرت کو، پرده بنداز، بپوشان یا الله، ظاهر نکنی که رسوا میشیم، ما انسان های عاجز هستیم. و قینا عذاب النار، توان ندارم که آتش تو بسوزم، ضعیف هستم، آتش تو را ما طاقت و توان ندارم، مرا از آتش نگاه بکن. متقین علاماتش نمیسته که بعد از انجام احکام الله تبارک و تعالی لاف نمیزنه، دیگه عاجزی میکنه، بازم مغفرت گناههای خود میخواه و ترس از آتش جهنم داره. الصابرین و الصادقین، متقین کسانی هستند که صابرین است. سه قسم صبر براتان گفته بودم. سر اطاعت الله، عبادات الله صبر میکنه. روزه گپ یادی نیست که از صبح صادق تا غروب آفتاب 16 ساعت دهن خود بند بکنی، لیکن تو صبر میکنی. تکلیف مشقت در راه دعوت برات میرسه، در زندگی برات میرسه، بازم صبر میکنی. نفست خواهشات گوناگون میکنه، لیکن بازم صبر میکنی. صبر علی الطاعت، صبر علی المصیبت و صبر عن المعصیت. سه قسم صبر براتون گفته بود. الصابرین، متقین کسانی هستند که صبر کنندگان است. صبر کنندگان مردمانی است که و پایدار، مستقیم، مستحکم در انجام مسائل دینی خود مکمل پایدار استاد است. هیچ نوع تزلزل سرشان نمی آید، رخ نمی دشانه، محکم مستوار استاد هستند. و صادقین مردمانی هستند که راست هستند،
هم در گفتار هم در کردار. دل و زبان با هم هماهنگی داره، عمل قطعش هماهنگی داره. تو نیست که در زبان میگه لیکن در قلب وجود نداره، در زبان میگه در عمل وجود نداره. راست باز هستند. صادقین یقین است، راست است، چیزی که میگه همون چیز انجام داده میشه. والقانتین بسیار تابعداری کرده کنندگان برای الله امرای خشوع. قنوت اینجا کمال اطاعت امرای خشوع، فرمانبرداری خو میکنه، خو سخت خشیت الله در قلبش وجود داره. والقانتین مردمای تابعدار به امرای خشوع. والمنفقین خرج کننده است موقعی را، در هر موقعی که برش میسر میشه، ضرورت پیدا میشه. آلی طور نمیگه چون چرا نمیکنه، وسوسه شیطانی در قلبش را مانع نمیشه، بس مصرف کرده نیست. والمستغفرین بالاسحار بخشش طلب کننده ها در وقت سحری. اینی مردم متقین است، بخشش طلب کردنی در وقت سحری. متقین کدام مردم بود؟ اول صفتشانی بود، عقیده کامل داشتن، کامل فرمانبرداری مکمل الله را کرده بودن. تو نبودن که تنبل نشسته بودن، نه، بعد از او دعا را طلب میکرد، اظهار عاجزی را، خشیت الله در قلبشان بود. در تمام مصیبت و تکلیفا ثبات و پایداری را اختیار کرده بود. قول و گفتارشان، عملشان بالکل درست و راست بود. بعد از او گفته بود که کمال خشوع و عاجزی سرشان حاکمیت میکنه، تابعدار است. مال، متاع، علم، هر چیزی که در دسترسش است او را خرج میکنه در وقت مناسب، وقت ضرورت. و بعد از او در آخر ایسی شب میخیزه و بخشش طلب میکنه از الله. اینجا مراد از بخشش مقرون با توبه است. تنها استغفر الله استغفر الله کفایت نمیکنه که یک آدم در زبان خود میگه استغفر الله استغفر الله، نه، مقرون به توبه باشه که عمل ناشایسته را ترک کردی، سرش پشیمان هستی و آینده عزم داری که او را انجام نمیدی. اینی استغفار خیلی مفید است. قرآن کریم چی درس عظیم بر ما میده. این ماه مبارک رمضان بهترین موقع و موسم بر ما و شماست. هر کدام ما برای پسشوی میخیزیم، 2 بجه بخیزیم، 1 ساعت تا 3 بجه عبادت الله را بکو، بعد از او پسشوی تا بخو. آلی خود 20 کم چیسته، 4 تا 20 کم 4 هم تو خورده میتونی، 40 دقیقه مکمل پسشوی تا میشه. 1 ساعت عبادت الله را هم میکنی. این کدام حصه است که الله نزول میکنه بلا کیف، همون رقم که لایق شانش است. و میگه کیست که طلب کنه دعا از ما که برش بتم، کیست که بخشش طلب بکنه که ما بخشش کنم شه. از او خاطر بهترین موقع و فرصت است، خصوصا این شبها که شبهای قدر می باشه، خصوصا شبهای تاق. جفت شامی طور نیست که نباشه، در جفت هم امکان داره که شب قدر باشه. در یک روایت همینطور آمده، پیغمبر علیه السلام میفرمه که نوی باقی و افتی باقی، نوی باقی و افتی باقی در صورتی میشه اگر ما 30 روز شوه باز نوی باقی در جفت میاد، اگر نیکی 29 روز شوه باز در تاق میاد. از این معلوم میشه که گاهی در جفت و گاهی در تاق، اگر چه روایت های زیاد در مورد تاق آمده دیگه، این فرصت از دست نده. امیالی هم الحمدلله باقی مانده. همین شبی که پیش رو داریم 25 است، بعد از او 27 29 هم آمده رایسته. این شبا خو به هیچ وجه از پیش ما باید همونطور در غفلت تیر نشوه. بهترین موقع است، چرا که یک عمر کامل ثوابش الله بر انسان میده. 83 سال و 4 ماه تقریبا میشه. 83 سال و 4 ماه به الله معلوم که ما و شما عمر داشته باشیم یا نه. عبادت یک شب ما را، احسان و فضل الله تبارک و تعالی را ببین که این امتیاز الله بری اومد داده و از تو یک شب عبادت برابر 1000 ماه عبادت شمار میکنه، بازم تو در غفلت تیر بکنی دیگه. ای مسلمان، همون شبی که در عروسی دوستید خوام سرت می آمد، خب بازم شانه را شور میدادی در بازی کردن، صرف به خاطری که دوستم از پیشم خفه نشوه. خب میفهمیدیم که معصیت و گناه است. خوام سرت آمده بود صبا، خب کار و روزگارم داشتی، اما در رمضان مبارک الله از پیشت مطالبه میکنه او بخشش گناه هایت است. این شبهایی است که الله تبارک و تعالی از بند آزاد میکنه، از جهنم آزاد میکنه. هر شب عتقا از آتش جهنم است که الله آزاد میکنه. خودت دو جمله شمار کو، توبه بکش، ما سبقه تا در پیش رویت بگذار، آینده تا طلب بکو از الله تبارک و تعالی که حالت خوب بکنه. از این خاطر خواهرها و برادرها این شبها بسیار قیمتی شبهاست، از دست نده خامخواه. البته ضرور نیست که کل شب آدم
چی بیدار تیر بکنه. نه، یک حصه اگر خواب سرتان آمد 1 ساعت 2 ساعت خواب است، اما نوبت پرت نوبت 1 ساعت خودتان بشین، 1 ساعت همسرتان، 1 ساعت دخترتان، 1 ساعت بچهتان در عبادت الله تبارک و تعالی مشغول شوید. این ضرور نیست که علامات شب قدر آدم ببینه، علاماتش هیچ مهم نیست. علامات شب قدر تا حدیث تنها یک علامه صحیح است که در صبح از او آفتاب چیست؟ خیره است. آدم مثل که به محتاب سعی کرده میتونه، به اون به قرصش سعی کرده میتونه. دیگه در زمان پیغمبر که کدام شبها شبای قدر بوده، در اونجا باران هم شده بوده. او در بعضی آثار و روایت ها آمده که هوا معتدل هم می باشه. بعضی علامات خصوصی را خود بعضی مردم میبینه، مشاهده میکنه، میبینه یک دم درختها در سجده است، میبینه یک نوع خوشبویی را در مشامش میاد، میبینه یک نوع خوشی را آنقدر خوش میشه، تازه میشه که هیچ پرسان نکن. این علامات خصوصی است، خویی بعد از وقوع است، قبل از وقوع نیست. یعنی پس از اینکه واقع میشه این گپا را میبینه. خب مهم نیست که حتما این چیزا را آدم ببینه، مهم است که در این شبها انسان در عبادت الله مشغول باشه. این خیلی مهم است و این موقع را از دست نده. حتما چی کمک میکنه قطعا که ما همینطور شبها را زنده تیر کنیم؟ روز خواب کردن، از طرف روز 1 ساعت 2 ساعت خواب بکنه که امداد و کمک شود قطعتان در این شبها. او بهترین موقع درخواست است. هر کدامتان میگه ما اینی مشکل دارم، مولوی صاحب برام دعا کن، مولوی صاحب برام دعا کن، بیا مشکل مولوی صاحب هم برات دعا میکنه، توم دعا بکو. خب بهترین موقع است. الله خود وعده کرده، قرآن هم میگه متقین امور معرفی کرده که والمستغفرین بالاسحار باشه، بخشش طلب میکنه از الله در وقت سحری، در آخر حصه شب. این بهترین موقع است که تو دعا طلب میکنی و الله اجابت میکنه. اینی را متقین میگه. الله و نعمت جنت به اینمی طور متقین برابر کرده. حالی دیگه ترازو برات داده شد طول که خدا که چقدر یقینا نمیطور متقین هستی، راستی تا بگو صابر هستی. ما و تو خود صبر نتانستیم برادرم. با مجردی که گپ آمد دختری خود در دفتر کافر روان کردیم، به خاطری که میگه والا نمیچلیم. خود ما در او طور جای خود ثبت کردیم که همیشه ضرر ما به مسلمان رسیده رایسته. صبر نکردیم ما، نه در تکلیف دنیای خود و همچنان نه در روزه خود. غرم بس مردم روزه را میخوره و نه در نماز میگه خوام میاد یا بسیار مانده و زلستم نمازم ادا نکردی، صبر نکردی. این حالی این ترازو پیش خودت است که متقی شده میتونی همین جنت بری تو داده میشه یا نه، صادق است یا نه، آن چیزی که دعوا داری در عمل هم همون چیز دیده میشه، در قلبت همون طور اخلاص وجود داره یا نه. ترازو پیش خودت است. حالی دیگه طول کده برو خودت. قانت استی قانت، خب تابعدار و مطیع و فرمانبردار الله هستی، امرای خوشو بعد از او منفق هستی، خرج کده کدام چیزی که در دسترس داری از علم، مال، از چی مقام و منزلتی مصرف کرده ای و بعد از او تهجد خوانده ای که در آخری 3 شب استغفار طلب کرده باشی. دیگه این ترازو فقط پیش تو گذاشته شده، خدا طول کده برو که چقدر صدق میکنه. شهد الله انه لا اله الا هو، شاهدی میده الله تبارک و تعالی بالای سخن که نیست لایق بندگی و پرستش الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی. والملائکه، شاهدی میده ملائک، و اولو العلم، صاحبان علم شاهدی میده. قائما بالقسط، در حالی که الله قائم است به انصاف. لا اله، نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از الله. العزیز، که زبردست ذات است. الحکیم، که حکمت والاست، هیچ امر، هیچ فیصله، هیچ حکمش بدون مصلحت و حکمت نیست. حالی الله بیان میکنه که تقوا مراتب داره. بدون توحید الله تبارک و تعالی تقوا حاصل نمیشه. تا وقتی که شهادت قوی بالای وحدانیت الله نشود تقوا حاصل نمیشه. کدام توحید باید شاهدی بده؟ امو توحیدی را که الله شاهدی میده، امو توحیدی را که علما شاهدی میده، امو توحیدی را که ملائکه شاهدی میده. امو توحید عقیده داشته باشه، در غیر از اونه. در اینجا بر ما و شما واضح میشه که توحید چقدر امر مهم است و چی چیز است توحید. شهد الله، شهد چی معنا؟ بیان کرده الله، بیان کرده الله انه لا اله الا هو، که نیست لایق عبادت و پرستش و بندگی بغیر از الله. خبر داده الله، گفته الله، حکم کرده الله،
ذکر مسئله توحید کرده در کتاب خود الله. کلی معانی در کلمه شهده است. خو لیکن شهادت دو قسم است. یکی شهادت به معنای فعلی است، یکی شهادت قولی است، یکی شهادت انفوسی است. شهادت انفوسی تصدیق میگه که آدم تصدیق کنه. شهادت قولی را میگه که به زبان اقرار بکنی. شهادت فعلی را میگه که تو در عمل واقعا پیاده بسازی عقیده توحید. الله تبارک و تعالی اگر شهیده مراد از پیش شهادت قولی و چی است؟ خبر دادن است. قولی است. شهید الله، الله خبر داده، بیان کرده، حکم کرده. اینا شهید الله شاهدی داده یعنی بیان کرده، خبر داده الله تبارک و تعالی انه لا اله الا هو، که نیست لایق پرستش و بندگی بغیر از الله. چرا؟ مرتبه شهادت هم 4 است. اول عقیده بکو بالای توحید الله، شاهدی بالای توحید، عقیده بالای توحید. دوم به زبان اقرار بکو. سوم خبر بدی دیگران را. چهارم دیگران را امر بکو. یکی مطلقی خبر نه، امر به عقیده توحید بکو. این 4 مرتبه است. 4 مرتبه است. الله تبارک و تعالی خبرم داده، حکمم کرده، بیانم کرده، ما را مکلف به توحیدم کرده، خودش خبرم داده توحید و خودش بیان توحید ام کرده. این شهادت الله تبارک و تعالی بود. این شهادت قولی بود. اگر شهادت حالی را بگیریم، باز مراد از شهادت حالی است پیدایش و نظام و نظم دنیا مکمل. شاهد بالای از است که ذاتی که نظام دنیا را پیدا کرده واحد لا شریک است. چرا؟ این همه جهان با این نظم و نظام و همه مخلوقات که آدم میبینه تربیتی از یاره مکمل دلیل بالای از است که ذات واحدی را پیدا کرده و ذات واحدی را چی میکنه؟ تربیه میکنه، در مقام میرسانه. اینجا شهادت الله شهادتی چی شد؟ حالی شد. یعنی پیدایش آسمان ها و زمین و کائنات دلیل بالای وحدانیت کی شد؟ الله تبارک و تعالی. این خود مسئله شهادت الله شد. والملائکه شهادت ملائکه قولی است. قولی به خاطری است که ملائکه می اعتراف داره، خودشان اعتراف داره بالای توحید الله، خبرم داده و امرم میکنه به مردم که شما عقیده توحید داشته باشی. یکی شهادت فعلی ملائکه، فعلا عملا ملائکه کلش در تسبیحات الله مصروف است. حتی غذایشان تسبیح و چی است؟ تعلیل است. عملا انجام میده. این شهادت ملائکه است. و اولو العلم شهادت صاحبان علم. یام علما شاهدی میده در تقریرهای خود، در نوشته های خود، کتابا نوشته میکنه، بیانات میکنه برای توحید بیان میکنه. یک شاهدی میده صاحبان علم توسط چی؟ استدلال کردن، بیان میکنه برای مردم عقیده توحید، استدلال میکنه از آیات قرآن کریم. شاهدی میده صاحبان علم انفوسی، یقین داره که عقیده توحید مهمترین مسئله است. درسی که درس دین است، شیرین و دل